در این ویدیو و در ادامه ویدیوهای قبل 10 پروژه عظیم، جسورانه و اغلب ناکام از اتحاد جماهیر شوروی که در تاریخ مهندسی نظامی و هوافضا جایگاه ویژه‌ای دارد را بررسی می‌کنیم. پروژه‌هایی که از اعماق اقیانوس تا مدار زمین امتداد یافتند و مرزهای ممکن را جابجا کردند. شماره 1. زیردریایی کلاس تایفون. زیردریایی کلاس تایفون بزرگترین زیردریایی موشک‌انداز بالستیک هسته‌ای تاریخ است. هر فروند آن 175 متر طول داشت و وزن جابجایی آن زیر آب تا 50,000 تن می‌رسید. 6 فروند از این کلاس ساخته شد و برای عملیات طولانی مدت 3 تا 4 ماه زیر یخ‌های قطب شمال طراحی شده بود. بدنه دوگانه مقاوم در برابر فشار زیاد و امکانات رفاهی شامل استخر، سالن ورزشی و حتی قفس پرندگان برای خدمه 160 نفری آن در نظر گرفته شده بود. هزینه ساخت و نگهداری آن چنان بالا بود که روسیه پس از فروپاشی شوروی اعلام کرد نوسازی یک فروند تایفون معادل ساخت 2 زیردریایی مدرن جدید است. هفتمین نمونه آن هرگز ساخته نشد. آخرین نمونه تایفون به نام دیمیتری دونسکوی در فوریه سال 2023 از خدمت خارج شد و قرار است به موزه شناور در سن پترزبورگ تبدیل شود. شماره 2. هلیکوپتر میل V12. میل V12 بزرگترین هلیکوپتر تاریخ از نظر ظرفیت حمل بار است و دارای 2 پروانه بزرگ در طرفین آن می باشد. فاصله نوک تا نوک روتورهای آن 67 متر و قادر بود تا 40 تن بار یا بیش از 200 نفر را جابجا کند. 4 موتور توربوشفت مجموعاً 26,000 اسب بخار تولید می کردند. این هلیکوپتر قرار بود برای حمل موشک‌های بالستیک و موشک‌های قاره‌پیما استفاده شود. با تغییر روش حمل موشک‌های قاره‌پیما و استفاده از ماهواره‌ها نیاز عملیاتی به این هلیکوپتر از بین رفت. تنها 2 نمونه آزمایشی از آن ساخته شد و پروژه در دهه 1970 متوقف گردید. یکی از این نمونه‌ها همچنان در موزه مرکزی نیروی هوایی روسیه نگهداری می‌شود. شماره 3. آنتونوف AN-225. هواپیمای آنتونوف AN-225 با نام میریا بزرگترین هواپیمای باری تاریخ به شمار می‌رود. این هواپیما تا 640 تن بار را حمل می‌کرد و محفظه بارش 43 متر طول داشت و می‌توانست حتی شاتل فضایی شوروی به نام بوران را در روی خود حمل کند. برد آن بدون بار 15400 کیلومتر بود و از 2 فروند نمونه‌ای در حال ساخت آن تنها 1 فروند به اتمام رسید و عملیاتی شد و این نمونه در مارس 2022 طی درگیری در فرودگاه هاستومل اوکراین توسط نیروهای روسی به طور کامل نابود شد. شماره 4. تانک مندلیف. واسیلی مندلیف فرزند دیمیتری مندلیف شیمیدان معروف بین سالهای 1911 تا 1915 یک تانک فوق سنگین طراحی کرد. این تانک 173 تن وزن داشت و زرهی تا ضخامت 150 میلیمتر برای آن طراحی شده بود و به یک توپ 120 میلیمتری مجهز بود. به دلیل وزن غیرقابل تحمل و مشکلات فنی و مالی حتی یک نمونه واقعی از آن ساخته نشد و طرح در حد مفهوم باقی ماند. شماره 5. ایلیوشن 40 براونی. هواپیمای ایلیوشن 40 در اوایل دهه 1950 به عنوان یک جنگنده بمب افکن زره‌پوش برای پشتیبانی از نیروی زمینی طراحی شد. گازهای حاصل از شلیک مسلسل‌های دماغه آن وارد موتور می‌شد و باعث خاموشی یا اختلال می‌گردید. برای همین نمونه اولیه تغییر کرد و نمونه دوم ایجاد شد. برای حل این مشکل ورودی‌های هوا به نوک دماغه منتقل شدند و مسلسل‌ها زیر بدنه جای گرفتند. در مجموع 7 فروند از آن ساخته شد، 2 نمونه آزمایشی و 5 نمونه عملیاتی. اما پروژه در سال 1956 یعنی 2 سال بعد از شروع تولید به دلیل تغییر دکترین نظامی شوروی به سمت تسلیحات هسته‌ای به طور کامل لغو شد. شماره 6. میگ 105. میگ 105 بخشی از برنامه فوق محرمانه اسپیرال فضایی برای ساخت هواپیمایی فضایی نظامی و تک‌سرنشین بود. این فضاپیما از زیر یک بمب افکن مادر که معمولاً TU-95 بود پرتاب می‌شد تا به مدار برسد
و مانند یک هواپیمای معمولی میتوانست فرود بیاید. تنها یک فروند از آن ساخته شد و بین سالهای 1976 تا 1978 8 پرواز در زیر سرعت صوت به صورت موفق انجام داد، ولی میگ 105 هیچگاه به مدار نرسید. این پروژه نیز در سال 1978 به دلیل پیچیدگی فنی بسیار بالا، هزینه‌های خیلی زیاد و اولویت یافتن برنامه شاتل فضایی بوران در شوروی متوقف شد. نمونه موجود در مرکز نیروی هوایی مونینو نگهداری می‌شود. شماره 7. سوخوتی 4. سوخوتی 4 یک بمب افکن استراتژیک مافوق صوت به صورت تمام تیتانیومی با سرعت 3 ماخ طراحی شده. بدنه آن جهت مقاومت در برابر حرارت شدید پرواز در سرعت 3 ماخ بسیار مقاوم شده بود و بردش از 7000 کیلومتر نیز فراتر می‌رفت. تنها یک فروند از آن توانست پرواز کند و در سال 1972 تکمیل شد و 10 پرواز آزمایشی نیز انجام داد، ولی هیچگاه به نهایت سرعت خود نرسید. پروژه در سال 1974 به دلیل هزینه سرسام‌آور و همچنین تغییر استراتژی شوروی به سمت موشک‌های بالستیک و قاره‌پیما متوقف شد. نمونه باقی مانده آن نیز در موزه مونینو نگهداری می‌شود. شماره 8. کاموف-کا 22. کاموف-کا 22 یک هواپیما هلیکوپتر ترکیبی با ظرفیت حمل 16.5 تن بار بود. 2 روتور 20 متری در انتهای بالها داشت و به 4 موتور توربوپراپ قوی جهت حرکت افقی مجهز شده بود. در سال 1961 3 رکورد جهانی سرعت و ارتفاع برای این کلاس ثبت شد. پس از 2 سانحه مرگبار و مشکلات شدید ارتعاش روتورها، برنامه در سال 1964 به طور کامل متوقف شد. شماره 9. تانک 279 با نام آبجکت 279. تانک آزمایشی آبجکت 279 در سال 1959 برای عملیات در شرایط جنگ هسته‌ای طراحی شد. زره بیضوی آن تا 319 میلیمتر ضخامت داشت. 4 زنجیر و تعلیق هیدروپنوماتیک به صورت ویژه‌ای برای آن طراحی شده بود و به یک توپ 130 میلیمتری قوی مجهز بود. 3 نمونه از آن ساخته شد، اما با وجود هزینه‌هایی که برای این پروژه شده بود، در سال 1960 با تغییر دکترین به سمت تانک‌های سبکتر لغو شد. تنها یک نمونه از آن به صورت سالم در موزه زرهی کوبینکا نگهداری می‌شود. شماره 10. هلیکوپتر غول‌پیکر میل 26. هلیکوپتر میل 26 بزرگترین و قدرتمندترین هلیکوپتر سنگین‌بر و عملیاتی در جهان است. روتور اصلی آن 32 متر قطر دارد و 2 موتور آن هر کدام 11400 اسب بخار قدرت تولید می‌کنند. تا 20 تن بار را می‌تواند به صورت آویزان یا در محفظه خود حمل کند. این مقدار بار حتی از ظرفیت هواپیمای هرکولس C-130 آمریکایی نیز بیشتر است. از سال 1985 وارد خدمت شد و در لحظات تاریخی مانند فاجعه چرنوبیل، جایی که 10 فروند از آنها شبانه روز شن و سرب بر روی راکتور ذوب شده می‌ریختند، نقش حیاتی ایفا کرد. تا سال 2015 حدود 316 فروند از آن تولید شد و نسخه‌های مختلفی از آن برای کاربری پیشرفته به عنوان تانکر سوخت، به عنوان نسخه پزشکی، برای حمل مسافر، به عنوان جرثقیل هوایی و به عنوان یک آتش نشان ساخته شد. این هلیکوپتر نه تنها یک ماشین حمل بار، بلکه نماد مهندسی شوروی در اوج جنگ سرد است. قدرت 2 موتور این هلیکوپتر توسط یک جعبه‌دنده 3.5 تنی بزرگ مهار می‌شود و حتی می‌تواند در صورت از کار افتادن یکی از موتورها به پرواز خود ادامه دهد. میل 26 تنها هلیکوپتری در جهان است که می‌تواند یک فروند هلیکوپتر چینوک را در زیر خود آویزان کرده و به پرواز درآید. یادآور زنده‌ای از اینکه گاهی بزرگتر واقعاً یعنی بی‌رقیب. این پروژه ها اوج جاه طلبی مهندسی دوران جنگ سرد را نمایان می‌سازند. بسیاری از آنها هرگز عملیاتی نشدند، اما همه مرزهای فناوری را جابجا کردند. سوالی که باقی مانده این است: آیا همین جاه طلبی‌های بی حد و حصر مهندسی شوروی یکی از عوامل فروپاشی این اتحاد بزرگ نشد؟ پاسخ این پرسش شاید در ویدئوی دیگری بررسی شود. ممنون که تا پایان این ویدئو نیز همراه من بودید. لطفاً نظرات خود را در کامنت بنویسید و برای ویدئوهای بعدی
پیشنهاد دهید.